یک دو نه کنده شد. نه دندون نه خوب بود درد نکرد؟ نه. خب سلام دوستای عزیز، خسته نباشید. امیدوارم سال 2024 را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید و این چند روزی که گذشت 2024 برایتان خوش گذشته باشه. دوستای عزیز، من این فیلم میگیرم، شاید این فیلم سر خیلی های شما این حادثه عمده باشه یا تکرار شده باشه، کسایی که سندش بالا هسته. صرفا این فیلم به خاطر زی میگیرم یادآوری او روزهای سختی را که در منطقه دوردست افغانستان کلینیک نبوده و هنوزم کلینیک دندان در خیلی جهان نیستم، که دندان ما و شما را با همین یک امبورفلاس یا با یک وسایل کاری یا مثلا با یک پیشکشتی با همین چیزا یک آدمی که مثلا کمی تجربه داشت دندان یک انسان را یا یک شخص را میکشید. و ما امو قصه یا امو کمی سرگذشتگی از وطن دارم، امو را برای بنیامین جان تعریف کردم. گفتم ما یک فیلم کوتاه میگیرم، اگرچه بنیامین جان ما دندانش تقریبا کنده میشه، یک ذره و یک بند مانده و امو خاطراتی او دوران کودکی خود را برای بنیامین جان تعریف کردم. گفتم که در اون منطقه چی سختی‌هایی را مردم داشت و هنوزم دارن. اگه جای ما نداره حتما جاهای دیگر دارم. اگه ما تجربه نکردم شما حتما تجربه کردید این روزها را. و حالی هم ما شروع میکنم که دندان بنیامین جان بکنم و امیدوار هستم که با این فیلم یک ذره خاطراتی گذشته، البته نه خاطرات گذشته برای جوانا، برای کسایی که هم سن سال ما هسته یا کسایی که سنش از ما کرده بالا هسته، اونا حتما این چیز را در ذهن داره، تجربه کرده، دیده. و امروز دنیای تکنولوژی است در این کشورهای مثلا پیشرفته، بسیار امکانات است برای طفلا اصلا هیچ نمفهمه، نه بزرگسالان نه طفلا، که دندانش چطور میکنه یا چطور پر میکنه. با او خاطر دیگه شما پس با من باشید تا آخر من دندان بنیامین جان را میخوایم بکنم. البته دندانایی که در این سین کنده میشه خب آسان است، آسان چی که دوباره او درمیه دیگه، گودم سختی نداره، گودم چیزی دیگه این است، ولی بدترین درد دندان است، بدترین درد. هر کسی که دندان درد میشه فکر منه که دنیا قیامت میشه، از او خاطر است دیگه. آلی ما شیرونم بیار بینم اینجان. دار غواز که دیگه خب نه دیگه از راستی نه، بیار که بیا صبر بشه دقیقا. صبر بنیامین جان، صبر. نه بنیامین جان درد داره؟ نه. چی رقمم؟ سعی کن دندونی خراب بوره به خیر دندونی خوب در جایش باید، دندونی کنه بوره دندونی نو جایش باید. یک دو سه. کنده اوش کنده نشد؟ خب سوگه این دفعه یک دیسمیلا کن، این دیسمیلا. یک دو سه. خب یک دو سه. اوه اینه کنده شد، اینه دندونی بنیامین جانمو کنده شد. دندونی کنه باره دندونی نو باید اینه ریپی کم کنه بخیر. اینی حالی این چی کار میشه؟ این شوتای سرخ بلو باز جایشی چی مایه رفی مایه باشد نه؟ سعی کنه بیاک دفعه نیزیگم دیگه اینه دندونی نو هم بور شده کم هم خون نشته؟ نه خون نشده، این دفعه خون نشده نه دندان کندم. نه آل صبر، خون نشده، صبر. خب دوستای عزیز، این بود دندان کشیدن. البته این دندان کشیدن ما چرا برای شما نشان دادم، پیشترم گفتم که یک خاطراتی از خودم در یادم هست که چی رقم دندان از مرد به چی سختی کن، اما اصلا تا که زنده هستم یاد من نموره. با او خاطر بود که یک ذره همراه بنیامین قصه کردم، شوخی کردم، اما سرگذشتگی خود تعریف کردم برایشی، قصه های شیرین کردیم و دندانش بسیار به راحتی همراهی از این تار کندم دیگه. شما دیگه اگه خوش ما شما هم اگه میته ویدیوی جالب از بچه‌تان بگیرید داشته باشید برای یادگاری. شما میکنید جور کنید. آفرین، شما بکنید و جور کنید ویدیو. بسیار خوب. دست که دندون کندم
نه درد نکرد نه؟ تو تشکری کردی؟ تشکر بابا آفرین بچه. آفرین بچه.